شدیدتر به اسلام به مسائل مختلفش پرداخته. خب مثلا کتاب 23 سال خودش یک انقلاب است. مثلا کتابای دکتر انصاری رو بخوانیم، کتابای مثلا از بسیار کسانی که نقد راجی به اسلام کردن، چی آلمانی ببینی، فرانسوی ببینی، هندی ببینی، افغانی ببینی، ایرانی ببینی، بهش پرداخته شده. اما در زمانی که کتاب سلمان رشدی میگه یک سیاست بود برای گمراه کردن افکار انسان ها و یا از یک موضوع به یک موضوع دیگه کشاندن و به اونجا جلب کردن و احساسات انسان ها را تحریک کردن. از این ببینید سلمان رشدی آیات شیطانی، مگر بگوین قاضی باشین، صادق باشین، دوستان که دای مسلمانی دارن، مگر در قرآن آیات شیطانی وجود نداره؟ آیه بین 6 و 7 سوره نجم که بعدا در آیه 52 از جوابش داده میشه، میگه که این آیه را در زبان پیغمبر شیطان القا کرد، شیطان به لباس جبرئیل آمد و همچون یک آیه را داد. همچون گپ در آیه 52 از وجود نداره که از شیطان صحبت میکنه؟ نه، لول نکه عزیزم. هم قرآن که تا سر تاق بیان کو، یک دفعه بازش بکن بخوان آیه 52 عجب بخوان و بین آیه 6 و 7 سوره نجم که میگه الله تو منات ازی، اما این قسمت آیه برداشته میشه که میگه عبادت از اینا قابل او ستایش است. خب اینا رو قابل ستایش هستن، میگن تعظیم میکنه، میگه امگی در اینجا سر تعظیم هم کرد. همین بیشتر از تفسیر طبری یاد کردیم، در تاریخش هم شاید اشاره در رابطه همین موضوع شده باشه. در کتاب کشف الانصار و تفسیرهای مختلف قرآن هم ببینین بیش از 300 آیه مفسر دیگه 400 آیه را در قرآن ناسخ ها میدانن که آیات از طرف شیطان آمده. چیزی هم که سلمان رشدی میگه دیگه، خود چرا احساساتی برخورد بکنیم؟ هر کسی که میاد یک واقعیت مسئله رو یاد میکنه، چرا شما خود از او احساساتی میشین؟ یک آدم که میاد میگه که بینیت پشک برد، پشت پشک ندوین، یک دفعه دست بزنین که بینیتان هست یا واقعا پشک برده شه. شما مسلمان ها فقط پاچگیرای شدین که هر کس آمده که گفت فلان هست شما به جان از او بلوا میکنین، بدون از اینکه یک مرتبه خودتان زحمت بدین، بدون از اینکه یک مرتبه همین کلام الله شریفتان باز بکنین، به زبان مادریتان بخوانین و همین تفسیرهای مختلف را که بهش ایمان دارین یا ترجمه های مختلف را که دارین ورق بزنین ببینین که واقعیت مسئله در کجاست. تا کی خودتان بازی میدین؟ تا کی سر من میمانین و توهین به من میکنین؟ شما در حقیقتشان توهین به خودتان میکنین، توهین به این میکنین که شما خودتان آگاهی از مسائل ندارین. به هر ترتیب داستان سلمان رشدی رو دوستای ما قبلا بهش پرداختن، نباید احساساتی برخورد کرد. سلمان رشدی رو واقعا باید کتابایش خواند. یک آدم به اسلام آدم نبوده که حرفای دریبری زده باشه، نویسنده خوب است به نظر من و ما تا جایی که مطالعه ازش کردیم. دوست عزیزم، نوآوری در اسلام چی است؟ آیا مسلمان ها امروز حاضر هستند میتونن مثل افنگلیوم یا پروتستان که در با وجود آمد همچی یک کار بکنن؟ مثلا پروتستان ها مثلا تانستن پروتستیون بکنن، انقلاب در مثلا کتاب خدا در تورات و انجیل به وجود بیارن، قسمت اعظمش گفتن به درد ما نمیخوره، ما این قسمت هایش که امروز به درد ما میخوره میگیره میشه. آیا همین نوآوری را حقاً که مسیحا کردن خدا مسلمان حاضر است که در یک قسمت از قرآن مثلا شک نشان بده، بگه من این قسمت قبولش ندارم، نمیخوام میشه دیگه؟ مثلا آیات جنگ است، آیات زن ستیزی است، انسان ستیزی است که کافر میگه که باید کشته شه، باید کسی که فلان کرد نکرد. یعنی چون تمام موضوعاتی که در کل نمید نقد بکنیم بگیم به زبان بصر ما بدن نمیخوره، خصوصا به ما و شمایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنیم، در کشورهای مسیحی زندگی میکنیم که کشورهای اسلامی نیست. در اینجا میبینیم در رگستر عزیز ببین یک واقعیت مسئله را، من یک مسیحی کشور آلمان مسیحی را من از تمام جوامع اسلامی کردم قدم تر میدانم میشه. ببین روز در آلمان چقدر اجازه مثلا مسجد سازی داده میشه که مسجدهای خود مسلمان ها داشته باشن، مثلا نماز خود بگیرن، روزه خود بگیرن، اعمال اسلامی خودشان انجام بدن. در کدام کشور اسلامی ما شما شاهد عزیزیم که همینقدر کلیسا وجود داشته باشه که مسجد در آلمان وجود دارد؟ چقدر یک مسیح مثلا میتونه در افغانستان به عبادات خودش بپردازه؟ شما یک مرتبه خودتان زحمت بتین. همین آخرین قانونی که در افغانستان به وجود آمد که قانون آزادی مطبوعات است، ببینید که میگه که اینجا کس تبلیغ و جز از مسلمان کسی دیگه تبلیغ مثلا باورهای فکری خودش نداره.
یعنی یک مسیحی نمیتونه مثلا کلیسا بسازه، یک یهود نمیتونه سینگوگ بسازه، یک هندوی افغانستان نمیتونه مثلا یک درمسال خودش داشته باشه. مثل که چند روز پیش راجع به مرده سوزیشان هم که جسد آره میسوزانن مثلا اختلافات صورت گرفت، سر و صدا بلند شد و جنگ و غالمغال بلند شد. میبینیم که در او جامعه به چی محدودیت های خود قرار وامی جوامی که رو به سرش هر روز ما میکوبیم میگیم که اینها فلان و بسمدان هستن، اما به یک مسلمان چقدر عقل میده که در این جامعه مثلا مسجد داشته باشه. تنها در شهر کل نگم حساب بکنم میبینیم بیش از 50 مسجد بزرگ و جامع و خود بزرگ در کلش وجود داره. آیا در شهر کابل افغانستان که امروز هزارها تا مسیحی است، چند تا کلیسا است و یا چند تا کلیسایی اجازه میتن؟ چند روز پیش همه دوستا به خاطر داشته باشند که چند تا زنانی که از کره جنوبی آمده بودن به نام مبلغین مذهبی، طالبان چورشان کرد برد و بعدا هم حکومت هم کدام برخورد جالب با ایشان نداشت و اخراجشان. خب بالاخره از افغانستان آزاد شدن و کشیده شدن و 2 نفرشان هم حلال شد از طرف طالبان. می‌بینیم در جوامع ما تا این جوامع مثلا بسیار فرق‌های وجود داره، با وجودی که ما مخالفت با ایشان داریم و امثال از اینا. اما ما نوآوری نمیتونیم داشته باشیم. بر ما مشکل است که ما بتونیم واقعا اول نوآوری رو تعریف بکنیم که نوآوری مذهبی یعنی چی، و دومی نوآوری ها بر روی کدام اساس و بنیاد خودش باشه. خب این نمیشه که ما یک تعریف جدید بکنیم که عمر فلانی کوش یا بچه‌ش به فلانی کت. این چیزایی است که شما تازه بهش رسیدید. ما 20 سال پیش این مسائل کتاب تبری خوانده بودیم و میدانستیم که در اون مسائل چی نهفته است و قبل از اون موضوعات دیگه‌شان و عمیق‌ترشان میدانستم. مثلا مسلمانای ما قبول ندارن. یک شب در بحثایم گفتم که نه تنها 4 خلیفه کشته شد بلکه خود پیغمبرم زار دادن از دنیا، این طوری که بر ما همیشه دروغ گفته شده که رحلت کرد و وفات پیدا کرد. اصلا از نگاه تاریخی و تفسیر تبری شما نگاه بکنین در جلد 5 در صفحه 1200 چند است و خاطرم نیست، نگاه بکنین در اون قسمت خود تبری مثلا یاد میکنه و همچنان تبری هم نمیتونه تمام گفتارش به اصطلاح علم یقین باشه. تبری فقط مردم اهل تشیع قبول دارند و دوستان اهل تسنن که در این پالتاک بوده صحبت کردیم میگه تبری دروغ است تمامش، بر از او یک تاریخ دیگه مقدس است. این اختلافات هم در بینش وجود داره که آدم نمیتونه از کدام تاریخ مثلا صحبت بکنه که مورد عنایت شیعه و سنی باشه و در اونجا هم چون اختلافات را مثلا در ذات خودش نداشته باشه.